درود دوستان عزیز، باز هم برنامه میآموزیم است و خیلی میبینید ما امروز میخواهیم که هنر کلالگری را آموزیم. انیخترش این هنر خیلی پیشتر پیدا شده است، هنوز از دوره‌ای که شعور انسانی پیدا گشته است تشکل یافته است، ولی امروز خیلی که میبینید این هنر به صنعت خیلی پیشرفته، خیلی والا تبدیل گشته است که این هم باعث خرسندی است. امروز باشد ما میخواهیم این نمود هنر را از استاد فاضل ناصرов آموزیم. تشکر که به این پیشنهاد ما راضی شدید و امروز به ما این نمود هنر را میآموزانید. با سلام و درود بازم خوش آمدید میگوییم به این یک کارگاه تعلیمی ما که در شهر توسن‌زاده قرار دارد و ما طول چندین سال می شود که به شاگردان این هنر را می آموزانیم و امروز بسیار خوش هستیم از آنه که برنامه نو تأسیسی تلویزیون سفینه با نام می آموزیم مهمان ماست و ما می توانیم پشت این برنامه اولا با کار خود شما را شناس کنیم و بعدا یک سببی باز هم زیادتر شناس نمودن هنرمندان نورسی منطقه شهر توسن‌زاده می شود. میدونید حالا من نه اونقدر تصورات دارم و تصور کنید یک شاگرد نزد شما آمد میخواهد که این نمود کسب را ازبر کند ولی حالا نه اونقدر معلومات کافی دارد. شما چگونه آموزش را قرار میدهید به این گونه شاگردان؟ اون هنری که و یک اعجاز و یک نصیبه که برای ما هست که ما از این یک مشت خاک یک هنر میکنیم و اون باعثی شناساندن ملت است، باعث معرفی فرهنگ و مدنیت ملتی ما هست. ما به این همیشه سعی و کوشش داریم و پیش از آن که ما کار را سر کنیم اولی آغاز کار ما از تیار کردن لوی است و همین لویی که حاضر میبینید که ما این را قریب به حالت نیم تیار یعنی که لوی سخت کرده شده میگوید. ما لوی را بعد آن که از کوه میکنیم میبیاریم اون رو در ظرف معین تر میکنیم و بعدا شورانده اون رو میبیزیم و بعد چند وقت ایستادن اون رو از آبی زیادیش جدا نموده در حالت هم به قالب ریزی و هم این گونه کاری که لویی که برای کارهای دستی است تیار میکنیم و در همین حالت ما میتوانیم از همین لوی یا در چرخ چیزی سازیم یا که با دست خود یگان چیزی ساختن ممکن. من میتوانم یک با همین قدر مقدار لوی یک کوزه‌چه کردی چنانه که در نقشه تعلیمی ما هست کوزه‌چه‌های کردی در اون خالی میگوییم که وای صاف به دست ساخته میشه. من در همین حالت ما به طور شکل دهی من قسم پایان کوزه را ساختیم. اکنون در حالت کار کردی شکم کوزه می رود. این اصلا منصوب به کاری نورسان خرد هست که آنها می توانند در باغچه ها همین کار را با پلاستیلین اجرا کنند یا اون شاگردانی که به ما دوره‌های اولی سرشوی سال خوانش می آیند یا که همچون مهمان می آیند ما همین پروسس کار را می آموزانیم، می فهمانیم که با همین اسلوب آنها می توانند شکل‌های عادی کوزه ها رو ساخته باشند. و در یاد دارم وقتی که خردسال بودم من نیز از گله که عادی بود این گونه کوزه و این گونه نان ها را نیز حتی ساخته بودیم. این کاری هست که بسیاری ها این کار رو در نورسی در کودکی خود کردند و اون تعدادی نورسانی که از مکتب ها به ما مهمان می شوند اونها میگن که ما در حقیقت همین کار رو کردگی هستیم و یک سببی گویم که موفق نشدن اون دوره ها یک برای چیز ساختن اون است که اون خاکی عادی که هست و شیرانوکیش کم است و البته و کفیدنش ممکن همینش کمک اون نورس رو گویم که روی افتاده میکند. لیکن این خاکی که ما داریم با این لویی که ما کار میکنیم این شیرانوکیش زیاده است و کارش هم آسان‌تر است. و در واقع سوال ها خیلی بسیار هستند چون خیلی گفتم من از این هنر آگاهی ندارم. خاکش را از کجا میگیرید؟ این خاکی که ما حاضر اصلا کار میکنیم خاک دیاری قرطاق است، زادگاه استاد میرزا توسن‌زاده است
و من بسیار جاها تاکید میکنم که اون دیاری که از اونجا ترسنزاده به دنیا آمد و شیر وی عالمگیر شد، امروز ما با خاک همون دیار یک هم افتخار داریم و هم کار اجازه میکنیم که اون یک دستاویز برای تمام مهمانانی که از دور و نزدیک به ما مهمان می آیند برای آنها باشد. و ممکن است من از باقی مانده گل انا همین کوزه را تکرار کنم و سازم. مرحمت، هر قدری که حجم در کار است همون قطر گرفتن ممکن. چونکه وی بسیار کلانش برای کار دستی یک مشکلی ایجاد میکنه. و عموما برای ساختن یک ظرف چقدر وقت صرف می شود؟ اکنون حاضر چونانه که دیدید برای ساختن همین یک کوزه اگر بگوییم که به دست استا باشد این اونقدر وقتی بسیار صرف نمی شود. برای اون که شما نوشاگرد هستید و اولین بار به این لوی دست میزنید این کمتر مشکل ها ایجاد میکند، لیکن ما میتوانیم در بین یک چند دقیقه ها این یک چیز ساخته باشیم. من حاضر یک دو خطاگی که در همینجا رفتم این رو میگویم، باید که ما یک منظم کار کنیم. دستامون باید که یک جای بسیار تنوک و یک جای لوی بسیار غوص نکند و همون وقت یک چیزی شکلا زیبا پیدا می شود. برای همین این 5 چلیک همچون محافظتگر برای کشاد نشدن طرح کوزه باید استفاده شود. یعنی که این خیلی به طوری جکیدن در کار همین طرفی لویه که کشاد باید نشود. این یک طرفی کار و این دست یعنی 5 پنجه دستی راست گویم این برای شکلی بیرونش احد زیاد حجم کلان نشدن، حجمان بسیار کلانی بد نشدن اینش نگاه کردن. با تمام شاگردانی که اولین بار به این کار دست میزنند ما همیشه تاکید میکنیم که از لوی خردتر سر کنند تا اینکه در وقتی دوام کار آنها روی افتاده نشوند، چون که لوی کلان اداره کردنش دشوارتر است. چنانه که در چرخ کلالگری کوزه سازی هم ما اولین بارها شاگردان را با حجم کمترین لوی اول مشق میدهیم، بعد اساسا به لوی کلان میگذارند. و من نیز همیشه آرزو میکردم که حداقل یک بار باشد هم در چنین چرخ نشسته برای خود یک چیزی آماده کنم و احساس نمایم که همون را حس کنم که چی خیلی آماده می شود، اینقدر منظم چی میکنند که تاب میدهند انا همون ظرفی باشد نمیدونم یک نصیب. امروز این شاید که مرکز تعلیم ما در خدمت شما هست و تمامی تماشابینانی که امروز برنامه را تماشا میکنند و این چنین ما در اینجا میتوانیم یک اسلوب‌های کاری اون شاگردانی که در آرایش مال‌های پخته شده ما کار میکنند این را به معرفی کنیم و همه این خود یک جریان کاری ما هست و ما قریب که همه روزه به این مشغول هستیم. و چگونه مثلا همین گل آماده کرده می شود؟ درباره جریان همین آماده کردن گل کمتر معلومات میدادید برای بیننده؟ اولا باید دونیم که برای کاری کلالگری هر خاک مناسب نیست. باید که خاکی علاقه استفاده شده، یعنی که از تجربه ها گذشته که بسیاری خاکایی که ما استفاده میبریم علاقه این را در دوره های پیشتر از ما دیگر استاها هنرمندان استفاده بردن. ما اصلا از همون ذخیره ها از همون منبع ها خاک میگیریم. خاک کهنه یعنی نه خاک کهنه ولی منطقه‌ای که خاک سنجیده شده میگیم ما اون را. خاک سرخ. خاک سرخ است، خاک سبز است. در خودی قره‌ها قریب دو نمود معمولی زیادتر همین خاک است و دیگر خاک‌هایی هستند که اون را نیز کم کم در آمیزش استفاده بردن ممکن و امروز این خاکی که ما استفاده میبریم صاف خاکی سرخ کلالگری هست و این علاقه تاریخ خیلی زیادی استفاده بری دارد. ما
از همین منبعی که استفاده میبریم قریب از سال 2013 این طرف از همین منطقه خاک میگیریم و بسیار خاک خوب است و از این علاقه بسیار استوهایی که در منطقه وادی حصار هستند علاقه استفاده بودند و این چیزی که من ساختم این یک شکلی پرنده هست که ما اون رو زیادتر همچون بگیم که هشتاگ که برای نورسان بسیار جالب است و توجه همه آنها رو به خود جلب میکند. من ساختم و این بگیم که کاری دستی هست و در ساختن همین من بگیم که در بین دیگر هنرمندان با اسلوب کار خود کمی فرق میکنم و اون کوشش میکنیم که در تمام اون نمایشگاهایی که استفاده میبریم در ایت‌هایی که ما با اونجا دعوت میشویم با تماشا مردم گذاشتن همین محصول خود همون محیط را ادامه میکنیم. یعنی که این بسیار آواز خوش دارد و محیط البته یک شادی و سرور فرا میگیرد. دوستان عزیز یک چیز را ببینید. معلوم است که کدام از این کوزه ها کوزه استا فاضل است و کدام از این کوزه استا شهلا. ولی کوزه من خیلی کلان است و به مثل برگ کوزه است. این اکنون یک چند جهت شگر میزنم حاضر لوی هواری یخیله نیست. من میتوانم حاضر همین هوار کنم و دیگر طرفش همین که در حالتی من هم میتوانستم مثال دهنی کوزه بسیار کلان گیرم لیکن من از یک چیز در احتیاط هستم که در وقتی قاق شدن و پختن این میشکند. برای همین من همین رو هم درازی بد نکردم ولی غفستر گرفتم و این یک سببی گویم که تو به پختن رسیدن مال است. برای همین بسیار خواهش داشتم که اگر ما خواهیم که همین مال تا به پختن رود و نقص پزد به شکست گویم که به شکست باید که ما همون حدی رفسی مال رو باید روایت کنیم. بعد همون وقت مال ما هم مثال تا به دست تماشابین یا که خود همون دوستداری هنر پخته برآمدنش ممکن. پس برای آموختنش چقدر وقت صرف میشه؟ چقدر باید زحمت کشید؟ مهنت کنید؟ این سوال بسیار سوالی هم مرکب است زیرا که آدمانی که علاقه مکتب کلالگری گذاشتن آنها میگویند که برای یک استای کاملی سایه کلال شدن قریب 12 سال در کار است. من در حال حاضر خودم رو هیچ وقت استای کامل نمیشمارم زیرا که هزار معماهایی هست که ما در این جاده حالی کار کردگی نیستیم و ما وظیفه دار هستیم که هنر و مدنیت خود را باز هم زیادتر سعی کردیم تا اینکه در عرصه جهان این وطن بسیار محبوب خود را معرفی کرده توانیم. خب تشکر. باید در اینجا حقیقت را گفت با آن دانش و با آن تجربه که حالا من درباره همین کلالگری میدونم من نمیتوانم که این را درست نمایم اصلاح کنم. ما همینه شب پیشه میبیاریم برای اون که در حالت پایان بردن این لای وزن زیاد میشود و این دیگه نمیبردارد اینه. اما چپاگر حاضر ما میتونیم در اون پروسسی که کاری در چرخ می شود همین نازکی را به شهلا خانم خوبتر فهمونیم زیرا که اینجا یک قانونی موزونی یعنی که اگر برابر ما از روی میزان یعنی که درست تقسیم نکنیم اگر حتما مال ساخته ما به شکست مواجه می شود. من قشرهایی که راست خوشره نیست از دو طرف هم از درون و هم از بیرون هموار کرده ایستادم و از درون این را گویم که اگر تماشابین هم که نبیند که دست ما حس میکند و دست هنرمند کلال چون دیگر هنرمندهای ساحه‌های گوناگون همیشه باید که بسیار احساس از زیاد باشد و همون یک قپیدن مال علاقه کمبودی های اون رو در کجا چی غوصی و چی کمبودی ها بودن چه باید که حس کند و اصلاح کند. اگرچه اون چیزی که حالی در دل من هست حالی و که ما نساختم که باشیم لیکن به هر نوع
ما از همون شکستی که بعدتر وقتی خشک شدنی همین ما دچار میشد ما هوای پیشگیری کردیم و ما میتوانیم با استفاده از آب اون جاهایی که کمبودی دارد اون رو کمتر کار میکنیم و بعدتر ما میتوانیم بعد خشک کردن همین یک بار دیگه همین رو کار کرد کنیم، یعنی که با واسطه آب لاته میگوییم ما. همین خیلی در آفتاب مونده قاق میکنیم یا اینکه در تفتان؟ میتواند هم در آفتاب باشد اگر آفتاب در بیرون باشد، یا اینکه حاضر هستن اون واسطه های قاق کنی یعنی خشک سازک میگوییم ما که اون رو ما با واسطه برق گرم میشود. الکترونی است. همچون جوانی آهنی است و در همون ما در رفای آن مونده در هوای قاق میکنیم و بعدی کار کرد ما اون رو در پیچ سفالپزی میپزیم. دوستان عزیز، وقتی که ظرف ها خشک می شود فرا می رسد نوبت نقش و نگار دادن این ظرف ها و ما حالا می خواهیم به مثل همین ظرف و ارمغان هایی که در اینجا ایستاده است این کوزه ها را آرا دهیم، البته با خوشنوده مومینова که در این محفل نقاشی همچون راهبر فعالیت میبرند و به این نفران، این گل دختران این هنر را میآموزند. ما شروع کرده میتوانیم حالا؟ بله، ما اول فوند سیاه میکنیم. یعنی تمام طرح کوزه را سیاه میکنیم. شما این هنر را از کی آموختید؟ از کی آموختید؟ از استاد ناصر فوزی و از کریموف تیلاموراد. خب تا ثبت برنامه گفتید که اینچنین در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان نیست تحصیل دارید؟ بله؟ بله. در کورس چندم؟ در کورس سیوم. کدام کسب را می‌آموزید در اونجا؟ برنامه ساز. و بیشتر کدام کسب، کدام هنر به شما پسند است؟ برنامه سازی یا اینکه نقاشی؟ نقاشی. پس چرا ادامه ندادید تحصیلتان را در این جاده؟ ادامه دادم. یعنی که در محفل ها راهبری میکنید و راهنمایی میکنید شاگردان را؟ بله؟ بله. بهترین. این رنگ در یک دم خشک شد. بله؟ البته خشک میشود بعد ما با گل میکشیم. علاقه تمام کردید؟ بله. و من نیز امروز در برابر شما کوشش کردم که به مثل همین نقش های شما باشد، چون اولین بار است. ولی کمبودی های بله، از عهده این کار برآمده. بهای من فکر میکنم نه اونقدر بلند است ولی به هر حال قناعتمند. بله؟ بله. تشکر. این چرخی که میبینیدون این چرخی کوزه سازی گویم که اصولش قدیمه، پیش اگر همین به چوب ساخته میشد. من امروز البته زمانی پیشرفتی تکنیک هست
аллакай ҳамина устуҳои замони муосир ба воситаи оҳан сохтагӣ, мисол тираш ҳам ҳамин давргардиҳош ҳамеш ба поча. мана дар ҳамин мо пеш аз оне ки ҳамин лои сахткардашудая мечаспонем, як рак бояд ки ҳамина нам кунем ва дар маркази ҳамин давргарди ҳамин чарх монда мешавад. мана бо як дута арӯш дасткатӣ мезанем ки куштутар шинад, ҳаво намонад. агар ҳаво монд ё ки об даромад, аллакай ин аҷош беҷо мешавад. мана баъде ки дар ҳамиҷа дуруст ҷойгир кардем, якум вазифаи моҳон дар маркази лой доштани, дар маркази чарх доштани лой. мана даста тар кардем ки дар дасти моҳон бояд лой начаспад. мана ҳамина дар маркази ҳамин чархҳомон мекапем. ба калимаи физикӣ гӯем, ин симметри чин аст, яъне ки дар марказ вақте ки меистад, аллакай дар ин дигар чи сохтану кор кардан осон мешавад. мана акӯ вақте ки агар ҳамин дар марказ омада бошад, моҳон аллакай мана байни ҳамин лойба аллакай буровардани девораҳош ба сар мекунем. дар тасаввури тамоми бинанда мана бисёртар моҳона наврасно тамошо мекунанд. ҳамин ҳиссиёте бошад ки аввали кор бояд ки аълои хурду, лекин имкони ҳар як кас сохтанаш аст. фақат як рак диққаткорӣ дар кор, ки саросимаи бад бояд набошад ҳамон шахси иҷрокунандае ки дар сари чарх мешинаду кор мекунад. чунки агар як ҳаракати беҷо метавонад ки ҳамина каҷала кунад ва вайронӣ равад, ка бо асер нав соз кардан мумкин. мана вақте ки девола бардошта мешавад, мо поёни ҳамин ба як рак ҷое мемонем ки ҳамин чархи моҳон як рак чизаш зиёдтар мекунем. каҷалагеш. мана ҳамин вақт метавонем шикам бурорем дар ҳамин кӯза, дар ҳоле ки манам қат кардани чилик шакли чиз пайдо мешавад, шиками кӯза. мана дар ҳамин вақт агар аз ҳамин минтақая агарак ҷиклем, гарданаша пайдо кардан мумкин. ҳамиҷа ҳозир як дамак шумо бояд ки дар эътибор нагиред, мо бояд ки боз кунем. марказ сар кардан ба як рак каҷалагӣ буд, ҳавай даҳни кӯзае болоша каҷала кард. мана мо ҳозир рост кардем. мана аку ҳамин аку вақте ки мана ростӣ пайдо шуд, моҳон метавонем як рак мана гарданаша ҷиклем. мана шакли намуди кӯза пайдо шуд, кӯзаи гардандор. мо ина метавонем болотар бардорем. афзалияти ин кор хубеш дар он аст ки ҳар кас метавонад ба таби дили худ он чизе ки дар тасаввураш аст бо истифодаи ҳамон элементҳо созад. мана метавонем ҳамина дар як даста ҳак созем. дар ҳамин часпондани даста ҳам бисёр эҳтиёткорӣ бояд риоя шавад, ки дар ҳолати вақти бардоштан баъди қоқ шудан, буд шудан, ҳамин вазна ҳамин бояд бардошта тонад. сими борикӣ ки мо интихоб карда ҳастем барои аз рӯи давргарди чарх ҷудо кардани моле ки сохта мешавад. ман ҳамин аввалин нусхаи коре ки гӯем ки дар байни чанд дақиқа сохта шуд ва умед мекунам ки он чизе ки ҳозир хонум Шаҳло месозад, аввалаш маҳқул ба худаш бошад ва он чизое ки дар тахайюл ҳар як кас як орзуи дорад. пеш аз он ки дар чархи кулолгарӣ кор мекунад, орзу мекунад ки ман чӣ созам, ва умед мекунем ки ҳозир ба ин муваффақ шудан мумкин.
من همین شکلی گویم که یک شکرگیرک می همین شکل پیدا شد. اگر خواهیم که دوام تیم ما میتونیم که همین یک عرق چکده دیواراشو بالاتر برده. این برای گردنه پیدا کردن کوزی مهم شد. باید؟ من حاضر اگر همین خیلی کنیم اگر شکلی گیرگشتی گردنه پیدا میشه. همین خیلی؟ فقط سر و سیمه نشده. این حالی فقط بگیم که آموزشی این یگان کاری کسی جنگ نمیکنه؟ نه اینجا برای نادرست برآمدنش بازی هر یک حرکتی دسته در همیشه با یاد گرفتن در کار در کدام حالت چی پیدا شدنش ممکن. گویا این الفبای همین سرچوی این کاری شناسایی چیزی که من در تمام مکتب‌های صنعت هست یک چیزهایی که آموزشی باید که آگاه کنن. اولش دایره چیست، بعد رباب چیست و که چه ساخته شده است. همین کارم چیزی که گفتیم که هر یک از آرزو دارد که یک بار سری چرخ کلالی شیند، همین یک بار به دست اول به چشم دیدن و به دست کردن از منفعت خالی نیست. و خیلی که گفتم جریان همین کلاه ساختن در حقیقت هم یعنی در سری چرخ کار کردن روان را شاد میگرداند و که خیلی آرامی پیدا میشه و در داخل در باطن انسان و هر چقدر انسان زیبایی پرست باشد همون قدر فکرهای بد فکرهای دور از طریق دور میشه. و ما باید که تعداد زیادی اهل جامعه برای فقط آفریدن اثرهای گوناگون فرق ندارد. هر راه کسب و هنری که نباشد باید که فرا گیریم. محصول کار خود رو از پیش دیدن من اگرچه اونگر یاردم کردم فقط این یک دو اشاره هایی بود که هم برای فهمیدن انسانی که اولین بار در سری چرخ کلالی کار میکند. تمام تماشابینان تلویزیون سفینه این برنامه نو تاسیس امید میکنیم که تمام نورسان ما از این نواری که امروز تماشا کردن یک تاثیرات های خوب داشته باشند و احترام خود نسبت این وطن نسبت فرهنگ و مدنیت ملت باز هم زیاد شود و امید میکنیم که این یک وسیله باز هم زیادتر دوست داشتن این وطن و دانستن قدر آن و جمله گذشتگان بزرگوارانی که همه این هنر رو به ما میراث گذاشتن خواهد بود. بازم همه شمایان را خوش آمدید میگویم. تشکر. و ما با اعتماد کامل گفته میتوانیم که هر آن چیزی که ما امروز میخواستیم بشنویم شنیدیم و حتی زیاد بود و کم نه. تشکر برای آموزش. دوستان عزیز با همین برنامه میآموزیم را به آخر میرسانیم. خیر سلامت و خانه آباد باشید.